و درود. امیدوارم هر جایی که هستید اوقات خوشی رو سپری کنید. من برگشتم بعد از یک وقفه نسبتا طولانی. در این مدت هیچ ویدیویی ضبط نکردم به دو دلیل. یکی اینکه درگیر درس و دانشگاه بودم، اما حتما تجربیاتم رو که در این مدت کسب کردم باهاتون به اشتراک خواهم گذاشت. و دو اینکه این پشه‌ها دوباره توی تابستون هوای گرم زیاد شدن. و دو اینکه یک دغدغه‌ای که جدیداً برام پیش اومده این هستش که چطور بتونم اون مطالبی که توی ذهنم هست رو ارائه بدم. یعنی دارم دنبال یک فرمت جدیدی میگردم، به خاطر اینکه من دوست دارم بیشتر راجع به آثار ادبی تولید محتوا کنم و آثار ادبی مثلا یک مثالش رو که خب مورد علاقه خود منم هست، شورت استوری رو در نظر بگیریم. اصلا عبارت شورت استوری خودش آیرونیک هست، کنایه دار هست، به خاطر اینکه شاید ظاهرا کوتاه باشه، داستان کوتاه باشه، ولی به قدری عمیق هست که به طوری که من هر بار یک داستان کوتاهی رو تموم میکنم و خوشم میاد میگم باید، حتی اگه مثلا 5 صفحه 6 صفحه باشه یک اثر ادبی، میگم باید راجبش ویدیو ضبط کنم، باید حتما به بقیه بگم که چقدر باحاله، دوست دارم تفسیرم رو با شما به اشتراک بذارم. ولی از طرفی بعد از چند دقیقه میگم خب من این همه مفهوم رو چطوری مثلا توی چند دقیقه بگنجونم و یکم این کار برام چالش شده. خصوصا که اصلا هدفم سامرایز کردن نیست در ابتدای ویدیو، اینکه مثلا بخوام یه سامری بگم و بعدش مخاطب به همون سامری تجربهش ختم بشه، بخاطر اینکه کیفیت ویدیو کیفیت اثر به شدت میاد پایین و همیشه تاکیدم بر این هستش که قبل از اینکه ویدیوها رو ببینید حتما اثر رو بخونید و همیشه با این پیش‌فرض خودم تولید محتوا میکنم که مخاطبم یک آشنایی شده حتی مختصر داره با اون داستان، با اون شعر حالا در آینده، و اینجا جمع شدیم که بیشتر راجعش صحبت کنیم. عنوان این ویدیو کاراکتر خودشیفته هستش و کاراکتری که میخوایم راجعش صحبت کنیم ویلی لومن، شخصیت اصلی نمایشنامه مرگ فروشنده، به انگلیسی Death of a Salesman، از آرتور میلر هستش و این نمایشنامه یکی از برجسته ترین آثار ادبیات آمریکاست. به لطف فضای مجازی فکر می‌کنم هممون تا حدودی با اختلال خودشیفتگی یا همون نارسیسیسم آشنا باشیم. یک اختلال روانی که در اون فرد توانایی همدلی نداره، به شدت خودمحور هستش و کاملا وابسته توجه و تاییدی هستش که از دنیای بیرون میگیره. فکر می‌کنم اینا انواع و اقسام مختلفی دارن، دسته‌بندی میشن، نوع آشکار و پنهان دارن و تشخیص دادنشون خیلی کار حساسیه. فکر می‌کنم یک سری علائمی باشه که وقتی این علائم از یه حدی عبور میکنن یا مثلا به یه حد نصابی میرسن، متخصصان میتونن تشخیص بدن که یک فرد دچار اختلال خودشیفتگی هستش. در غیر این صورت حالا یه سری علائم خودشیفتگی در همه ما وجود داره که کم و زیاد وجود داره که کاملا طبیعی هستش. یه سری ویژگی‌های بارزش رو ما با مشاهده و بررسی کاراکتر ویلی میتونیم بهتر درک کنیم و متوجه بشیم. فقط اینکه یه نکته مهم و حیاتی رو من بگم اینجا، اینکه آگاهی کسب کردن توی این زمینه‌ها خیلی کار خوب و مفیدیه. فقط تشخیص یک اختلال روانی و یک بیماری حتی فیزیکی جسمانی میدونید که 100% کار من و شما نیستش و حتما باید توسط یک متخصص انجام بشه. پس با توجه به اطلاعاتی که توی یوتیوب، گوگل، حالا اینترنت و یا حتی منابع معتبرتری مثل کتاب و مقاله، خواهش میکنم که به خودتون و عزیزانتون برچسبای خاصی نزنید. در طول داستان به طور بیمارگونه‌ای دنبال تایید گرفتن از دیگران هستش، دنبال توجه و تحسینه و خیلی برش مهمه که دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و میشه گفت محرک بیشتر اعمالش این هستش که دیگران هستن و اینکه چه فکری راجبش میکنن. از کلمات well liked و well known توی داستان خیلی استفاده شده و همینطور تلاش ویلی برای درست کردن یک سلبریتی از خودش و پسراش، خصوصا پسر اولش بیف، بارها در طول داستان دیده میشه. حالا این افکار و معیارهای اشتباه توی ذهن پسراش هم از همون بچگی حکاکی شدن. همونطور که میدونید بیف در دوران مدرسه خیلی شخصیت محبوبی داشته، همه ازش حساب میبردن، یه جورایی لیدر بوده و محبوبیت داشته دیگه، دقیقا همون چیزی که پدرش ازش میخواد. خدای من. و خب ویلی و همسرش از این محبوبیتی که بیف در مدرسه داره خیلی لذت میبرن و همچنان اون رو تشویق میکنن که بقیه رو تحت تاثیر قرار بده، محبوب باشه، دوست داشته بشه توی جامعه تا بتونه موفق باشه و تاثیرگذار. ناگفته نماند این
یک غروری رو در بیف ایجاد میکنه که باعث میشه تا آخر عمرش که نه، تا سن 34 سالگی واقعا گم شده و اصلا خودش رو نمیشناسه، نمیدونه که کیه. این غرور کاذب مانع از این شده که خودش رو بتونه بهتر بشناسه، تواناییاش رو بشناسه و بتونه با دیگران ارتباط بگیره. راجع به بیف که نمیتونیم این حرف رو بزنیم، ولی با قاطعیت میتونیم بگیم این نیاز به تایید و توجه از دنیای بیرون باعث شد که ویلی تا آخر عمرش در قید و بند جامعه و مردم زندگی کنه. ویلی دائما در حال خیال پردازی هستش و در رویای ثروت و محبوبیت و موفقیت چشمگیر به سر میبره کاملا، با اینکه شاید توی زندگیش با توجه به استانداردهای جامعه موفقیت آنچنانی کسب نکرده باشه و دستاوردی نداشته باشه، دستاورد خاصی نداشته باشه، حس استثنایی بودن داره و فکر میکنه که خیلی آدم مهمیه و از بالا به همه نگاه میکنه. همونطور که میدونیم اینا همش کاذب هستش، یعنی این چیزی هستش که از خودش به دیگران و دنیای بیرون ارائه میده و توی خلوت خودش احساس سرشکستگی و ناکامی خیلی شدیدی فرماست. این اغراق کردن از دستاورداش و حالا اگر داستان خونده باشید متوجه میشید یه سری داستانایی سرهم میکنه از خودش که مشخص نیست حقیقت دارن و یه ساخته ذهن خودش هستن، ولی به احتمال زیاد ما میتونیم بگیم که اینا ساخته ذهن خودش هستن و هیچ وقت اتفاق نیفتادن. مثلا توی خود نمایشنامه توی داستان یه صحنه‌ای هستش که داره، خب ویلی یک فروشنده سیار هستش، یک صحنه‌ای هستش که داره به پسراش میگه توی ایالات مختلف، توی شهرهای مختلف همه منو میشناسن، بهم احترام میذارن، وقتی که ماشینمو یه جا پارک میکنم پلیسا یه جوری مراقبش هستن که انگار ماشین خودشونه. ولی چند دقیقه بعد وقتی که پسراش میرن و با همسرش لیندا تنها میشه که خیلی رابطه قشنگی هم داره با لیندا، حالا بعداً توضیح میدم، لیندا تنها میشه، اصلا حسش نسبت به خودش اینطور نیست و کاملا چیزای متفاوتی تعریف میکنه. میگه که هیچکس منو جدی نمیگیره، همه بهم میخندن، هیچکس بهم اونطور که باید احترام نمیذاره و حالا خودش رو احمق خطاب میکنه، فکر میکنه که خیلی احمق به نظر میرسه و خب این نشان دهنده اون تضاد هستش. این تضاد نشان دهنده اون ساختگی بودن داستان ها هستش، داستان هایی که از خودش تعریف میکنه. تحقیر و تمسخر کردن دیگران میشه گفت آزاردهنده در این ویژگی ویلی، حداقل برای خود من بود، به خاطر اینکه اگر با یکی از این افراد سر و کار داشته باشید میدونید که چقدر دردناکه، چقدر سخت تحمل کردنش. وقتی که یک نفر به خاطر اون حس بی‌ارزشی شدیدی که خودش داره، به خاطر اون حس پوچی که درونش هست مجبور میشه برای حفاظت از خودش و اعتماد به نفسش، عزت نفسش، شما رو کوچیک کنه، تحقیرتون کنه، مسخرتون کنه و مواجهه با این کلا سر کار داشتن با این افراد خیلی کار سختی هستش. حالا به طور مثال ویلی دوست قدیمی خودش چارلی رو توی صحنه به خاطر اینکه مرد فنی نیستش و نمیتونه با دستاش مثلا خوب کار کنه، رقت انگیز چندش آور خطاب کنه، میگه که خب مردی که نتونه با ابزار کار کنه مرد نیستش، you're disgusting. و توی اولین مکالماتی که بین دوتا برادر هپی و بیف هم ما میبینیم توی نمایشنامه، بیف به هپی میگه که خب هر چیزی که من میگم، هر جمله‌ای که من میگم، پدر همیشه یک نشانه ای از تمسخر توی حالت صورتش، توی حرف زدنش و کلا تو خودش میبینم، یعنی که همش در حال مسخره کردن و کوچک شمردن دیگران هست. عذرخواهی کردن یعنی که ما جرأت پذیرفتن اشتباهاتمون رو داریم، یعنی که قبول کردیم اگر گناهی مرتکب شدیم هرچند بار سنگینی هستش و خب پشیمونیم و میخوایم که جبرانش کنیم، حالا به هر نحوی. پذیرفتنش مهمترین قسمت هست به نظر من، کاری که ویلی هیچ وقت در طول عمرش نتونست انجام بده، یعنی اصلا توانایی این که بخواد عذرخواهی کنه رو نداشت، به خاطر اینکه همیشه اشتباهاتش رو چه در قبال خودش چه در قبال فرزندانش با چیزای مختلفی توجیه میکرد، با هر چیزی که میتونست یا حتی انکار میکرد، به خاطر اینکه نمیتونست. خیلی براش دردناک بود که بفهمه اشتباه کرده، میشه در حالت دفاع کردن از خودش بود، به شدت دیفنسیو بود. و یه مثال بخوام براتون بزنم، بیف متاسفانه عادت دزدی کردن داشت و وسایلی که متعلق به خودش نبود رو از این ور اون ور برمی‌داشت و پدرش هیچ وقت به این قضیه اعتراض نکرد، به دو دلیل.
یکی این که فکر میکرد این خب نشانه زبل و زیرک بودن بیف هستش که در آینده قراره به موفقیتش کمک کنه و خودش هم حالا تشویق میکرد این کارش رو. و دوم این هم که فکر میکرد این افراد فکر میکنن که اولا که انتظارات خیلی بالایی از همه دارن و فکر میکنن که مثلا خب حقشونه، هر چیزی که همه چیز لایق همه چیز هستن، حتی اگر واقعا نباشن و یا زحمتی براش نکشیده باشن. مثلا وقتی که توی یکی از صحنه‌ها بیف یه توپ بسکتبالی رو برداشته بود از جایی کش رفته بود و پدرش متوجه شد، گفتش که خب نیاز داره که تمرین کنه، یعنی اینطوری توجیهش کرد، گفتش که لازم داره که تمرین کنه و مربیش هم حتما خوشحال میشه از اینکه بدون توپ رو برداشته و قراره تمرین کنه، هرچند که بدون اجازه برداشته بود و خب یه جورای دزدی محسوب میشد. شاید واژه منیپیولیشن رو این روزا زیاد شنیده باشید، فکر می‌کنم معادلش به فارسی میشه دستکاری روانی. یکی دیگه از این ویژگی ها هستش و خب ویلی به شدت منیپیولتیو بود، خیلی دستکاری روانی میکرد بقیه رو. بخوام توضیحش بدم، فکر میکنم یک موقعیتی رو شما در نظر بگیرید که از یک چیزی خیلی خشمگین هستید، آزرده خاطر هستید و خیلی رنجیدید از یک قضیه و دارید اون خشمتون رو، اون احساساتتون رو نسبت به اون شخص اون لحظه ابراز میکنید و اون طرف در شما یک حس، یعنی به ریاکشن شما اولا که واکنش شدید نشون میده و در شما یک احساس شرمساری، یک احساس گناهی رو ایجاد میکنه که پیش خودتون بگید شاید من واقعا دارم زیاده روی میکنم یا مثلا من اصلا حق ندارم که از دست این چیز عصبانی باشم. ذهنتون رو خلاصه منحرف میکنه از اون قضیه اصلی و هدایت میکنه به یه سمت دیگه. این رو ما توی صحنه خیانت اونجایی که بیف مچ ویلی رو گرفت که داشت به لیندا خیانت میکرد، به همسرش خیانت میکرد، وقتی متوجه شد خب خیلی خشمگین بود، اصلا باورش نمیشد و ویلی کاملا احساسات، اولا که یه داستان سرهمی از خودش درست کرد و کاملا احساسات پسرش رو در اون لحظه نادیده گرفت و گفتش که من بهت دستور میدم که الان این کار رو انجام بدی، چطور مثلا جرأت میکنی که از دستورم سرپیچی کنی، چطور جرأت میکنی که به حرفم گوش ندی. و اون لحظه یک مثال از منیپیولیشن هستش. در نهایت ریشه تمام این مشکلات انکار کردن واقعیت بود برای ویلی و اینکه جرأت این رو نداشت که واقعیت و حقیقت رو اونطور که هست بپذیره و همه چیز رو، اون چیزایی که براش ناخوشایند بود، اون تجربه‌ای که براش ناخوشایند بود رو مثل شکست‌هاش، مثل اینکه دستاوردی نداشت اونطور که دلش می‌خواست، یا نادیده می‌گرفت و یا کلا داستان رو اونطور که دلش می‌خواست برای خودش روایت می‌کرد و تفسیر می‌کرد. و با تمام توصیفاتی که تا اینجا داشتم از ویلی، بیشتر روی عیب‌ها و خطاهاش به طور خلاصه تمرکز کردم، اما به جرئت میتونم بگم که برای من عزیزترین و دوست داشتنی‌ترین شخصیتی هستش که شخصیت فیکشنالی هستش که تا الان در ادبیات باهاش آشنا شدم، به خاطر اینکه به شدت مظلوم هستش و واقعا دروغ نگفتم اگر بگم دوست داشتم بعضی جا از کتاب بکشمش بیرون و در آغوشش بگیرم. یک ویدیوی دیگه حتما به زودی خواهم ساخت، راجع به تم داستان بیشتر توضیح میدم و اینکه چرا باید ویلی رو درک کنیم، چرا باید نسبت بهش حس همدلی داشته باشیم، همدردی داشته باشیم و فکر میکنم اونجا یکم گسترده تر همه چیز رو با هم دیگه بررسی کنیم. یعنی هدفم این هستش که از یک نگاه جمعی تری، برخلاف این ویدیو که حالا این نگاه فردی داشتیم به زندگی ویلی، میخوام از یک زاویه جمعی تری به قضیه نگاه کنیم. و دث اف سیلزمن یا همون مرگ فروشنده فکر میکنم تنها کتابی هستش که تا آخر عمر میتونم هر روز بخونمش و اصلا ازش خسته نشم. خیلی از شروع تا پایانش برای من دردناک و غمگین بود و آخرش واقعا دیگه کنترل اشکام خیلی کار سختی بود، یعنی تنها کتابی بود که من اینجوری سرش گریه میکردم. برای ویدیو بعدی اولا که خیلی هیجان دارم ولی به زودی میسازمش، امیدوارم اونطور که میخوام بشه. اگر که این ویدیو براتون مفید بود و دوستش داشتید لطفاً لایک کنید و چنلم رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.